سلام، عرض ادب و احترام خدمت همراهان گرامی. در این آموزش ما قصد داریم به وسیله کنترل آی او یه کانوایر رو توی نرم افزار فکتوری آی او کنترل بکنیم. خب خود نرم افزار که تا باز میکنید با این صفحه مواجه میشین که حالا یه سری راهنمایی داره که چجوری بتونید با این نرم افزار کار بکنید و چجوری به سخت افزارهای مختلف مثل لوگو و PLC های اشنایدر و بقیه چیزا وصلش بکنید. و خب در مورد کنترل آی او هم یه سری آموزش اینجا داره که حالا دیدنش خارج از لطفم نیست. ما روی گزینه نیو کلیک میکنیم. وقتی روی نیو کلیک میکنیم بچه‌ها، این یه فضای کارخونه مانند یه سوله خام در اختیار شما قرار میده که به وسیله این میتونین هر جوری که دوست دارین یه خط تولید یا یه اتوماسیون صنعتی رو شبیه سازی بکنید. توی سمت راست نرم افزار بچه‌ها یه سری ابزار و وسیله میبینیم، مثلا اینا کانوایر و چیزهای مختلفی وجود داره، انواع سنسورها، شاسی‌ها و حالا ایندیکاتورها و غیره که حالا به تناسب نیاز ما ازشون استفاده میکنیم. خب برای شروع ما میریم سراغ یک کانوایر چرمی 4 متری. بچه‌ها اینا بگیرینش توی صفحه رواش بکنید، توی جایی که مد نظرتونه قرار میگیره. اینو میتونید با حرف وی پایین بالاش بکنید که حالا برای کانوایر این اتفاق نمیفته و با راست کلیک شما اگر راست کلیک نگه دارید میتونید صفحه رو بچرخونید. با فلش های روی کیبورد میتونید جابجا بشین این شکلی که خب حالا چرخیدن رو میبینید و فضای سوله‌ای که در اختیارتونه. خب ما بریم میخوایم که فعلا یک کانوایر رو استارت و استاپش کنیم. از ساده ترین مدار رو داریم شروع میکنیم. روی این قسمت روی امیتر کلیک میکنیم بچه‌ها. حالا همونجور که گفتم با حرف وی میتونید ارتفاعش رو تنظیم بکنید. این امیتر دقیقاً باید روی کانوایر قرار بگیره. این کارش چیه؟ این یه سری جعبه برای شما تولید میکنه که خب من حالا میچرخم که ببینم دقیقاً روی کانوایر از زاویه‌های مختلف قرار گرفته یا نه، که خب یکم باید بیام این ورتر به نظر میرسه و یکم هم ارتفاعش رو اگه اذیت نکنه ای بابا کم کنم. و خب یکم هم بیارمش این ورتر. خب این امیتر بچه ها عمل تولید جعبه رو برای شما انجام میده و هر جایی که لازم داشته باشین که فکر کنین روی خط تولیدتون داره یه محصول تولید میشه میتونین از این استفاده کنین. خب برای اینکه ما بتونیم روی امیتر تنظیمات انجام بدیم روش راست کلیک میکنیم و حالا روی راست کلیک شما با وای میتونید بچرخونیدش و تنظیمات جاش انجام بدین. با این کلیدایی که آر میشه بزنین نشون میده که داره چه اتفاقی میفته. با تی فکر میکنم جهتاش عوض میشه، در جهتهای مختلف داره حرکت میکنه. من حالا این خیلی برای ما اهمیت نداره تو این قسمت و من میخوام این محصولات بدون پالت تولید بکنه. بدون پالت حالا محصولات که پالت زیرشون هست مخصوص خط کانوایرهای این مدلی هست که حالا ممکنه که اون محصول گیر بکنه. حالا چون کانوایر من چرمیه محصولی توش گیر نمیکنه و خب من اینو میذارمش روی حالت نان که محصولات بدون پالت برای من تولید بکنه. بعدش میام برای اینکه به واقعیت نزدیک باشیم میخوام یه تابلو برق کنار این کانوایر قرار بدم. گفتیم با حرف وی میتونیم ارتفاعش رو تنظیم بکنیم، میاریمش بالا
فکر میکنم اینجا خوبه. از این فاصله هنوز باید بره عقب‌تر. خب دوباره میچرخم ببینم. خب الان خوب. بعد من 2 تا شستی روی تابلوم قرار میدم. اینجا نوشته پایینش استارت باتن، این هم دوباره با حرف وی میارمش بالا که روی تابلوم قرار بگیره. و چی شد؟ کنترل زد میزنم که فکر میکنم شستیم جای مناسبی قرار نگرفت. با حرف وی تنظیم ارتفاع. خب خوبه. حالا من برای استارتم هم تیغه نورمالی اوپن گذاشتم. برای استاپم هم تیغه نورمالی اوپن میذارم و بعد توی نرم افزار توی برنامه نویسی درستش میکنم. خب برای اینکه ارتفاعم با اون یکی یه قد بشه قشنگتر بشه یکم میارمش بالاتر و خب اینجا قرار گرفت. خب برای اینکه اون جعبه هم آخر کار روی زمین نیفتن یه سطح شیبدار میارم. اینو با حرف واین میچرخونمش همونجور که گفتم. اینو آخر این کانوایر قرار میدم و سعی میکنم که تنظیمش بکنم که فاصله نداشته باشه از زاویه‌های مختلف. فکر میکنم که الان خوب شد. نه اینجا الان خوب شد. خب و آخر کارم یه دونه ریموور میخوام که این جعبه هایی که تولید شده رو از روی زمین جمعش بکنه. اینم آخر خط تولیدم حالا قرار میدم که این شکل شد. خب اگه الان من این راهش بکنم هیچ اتفاقی برای من نمیفته چون هیچ برنامه‌ای نداره. چیکار میکنم؟ میرم قسمت فایل، قسمت درایورز، وارد درایورز میشم. اینجا بچه‌ها شما میتونید توی شبیه سازیتون از PLC های مختلف مثل آلن برادلی، PLC زیمنس و انواع مختلف PLC های زیمنس استفاده بکنید. من حالا میخوام از خود کنترل آی او خود نرم افزار استفاده کنم. کنترل آی او رو میزنم یه همچین صفحه برای شما باز میشه. خب اینجا توی محیط شبیه سازمون یه سری وسیله ما آوردیم که خب یکیش بلت کانوایر خود نوار نقالمونه، یکیشون امیتر که همون داره محصول برامون تولید میکنه. بعد امیتر ما یه ریموور هم آوردیم که اینجا قرار میگیره و ما چند تا شاسی هم داشتیم دیگه. 2 تا شاسی هم داشتیم، یه دونه برای استارت یکی هم برای استاپ. خب اینا لامپ هم شاسی همون لامپ هم داره. حالا ما یه لامپ هم اینجا اضافه میکنیم، خارج از لطف نیست. خب اینا رو همه رو به هم وصل میکنیم به صورت سری. بخش کنترل آی او خیلی شبیه محیط FPD برنامه‌نویسی لوگو هست اگه کار کرده باشین، یا همون تقریبا مدارات منطقی هستن. من میخوام وقتی کلید شستی استارت میزنم نوار نقاله من شروع کنه به حرکت کردن. برای این کار حالا میتونم از گیت SR استفاده کنم. اینا توی قسمت لاجیک
RS داره و SR. خب اینم اینجا، اینم یکم برش عقب‌تر. خب فعلا بذاریم اینجا یه چک بکنیم ببینیم چی میشه. از کنترل آی او پس درایورمون اوکی شد. اینجا اگه من شبیه سازی بزنم و بچرخم، اگه اینجا روی استارتم بزنم، این نقاله من شروع میکنه به حرکت و خب محصولات که تولید میشه میرسه به اون آخر و اون ریموور جعبه ها رو برمی‌داره. خب من یه استاپ هم بهش اضافه کنم، دوباره برمیگردم تو محیط کنترل آی او. کافیه که اینو به ریست وصل بکنم و خب برای اینکه اینجا یه لامپ هم دارم میتونم که میخوام وقتی که نوار نقاله خاموشه این لامپ شستی استارت من روشن باشه. میتونم اینو ناتش کنم، یه گیت نات بذارم اینجا و خودشو که اینجا بود بیام لامپش که اینجا بوده بهش اضافه کنم و خب از خروجی SR هم باید انشاب بگیرم. خب یه بار دیگه چک کنیم. خب من با یک کلیدا باید شبیه سازی شروع میکنم. با یه کلیدا باید کانوایر من شروع کنه به حرکت کردن و بعدش با کلید استاپ هم کانوایر به صورت دستی استاپ بشه که داره درست کار میکنه. خب من الان میخوام یه بازو اینجا بذارم بچه‌ها که اینجا این امیتر من اگه جعبه‌های بزرگ تولید کرد، جعبه‌های بزرگ رو برام از جعبه‌های کوچیک چیکار کنه؟ جدا کنه. خب بیایم بریم سراغ بازو. از این طرف من این بازو انتخاب میکنم، مثل قبل با حرف V میتونم ارتفاعش رو تنظیم بکنم و در جای مناسب قرارش بدم. خب این باید بیاد پایین تر. باید حواسمون باشه بچه‌ها این بازوی من به جای گیر نکنه. حالا اذیت میکنه. خب به نظر یه ذره باید بیاد پایین. خب ببینیم بچه‌ها، برای اینکه ببینیم یه وسیله‌ای توی فاکتوری آی او چجوری کار میکنه میتونیم اینجا روش کلیک بکنیم. این بالا بهتون نشون میده که داره چی کار میکنه. الان من دوباره برنامه رو یه بار رام میکنم، شبیه سازی میکنم. اینجا کلید استارت هم میزنم. خب ببینیم بچه‌ها، اگه من اینا یکش بکنم این چیکار میکنه؟ داره میچرخه. اگه صفر باشه این داره مستقیم باز میشه. حالا رو خودش هم یه حالت چرخنده داره. اگه اینم بزنیم ببینیم بچه‌ها داره چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. اگه من اینو یکش بکنم باعث میشه که جعبه‌ها چطور بهتر حرکت بکنه. خب این تا اینجا. من حالا
برای اینکه این بازو فعال بشه قبلش نیاز دارم که یه سنسور نوری قرار بدم که این بفهمه که جوای من اومدند و وقتی که این سنسور نوری جعبه رو حس کرد این بازوی من شروع کنه به حرکت کرد. میخوام این اگه اذیت نکنه بتونم روی نوار نقل قرارش بدم. خب یکم جهتش رو من درست بکنم. که هنوز مناسب نیست جهتش. این اندازش خوبه. ای بابا سر ناسازگاری داره بابا. خب یه بار اصلا کلا پاکش میکنم. دوباره میارمش. این دفعه کلا از این ور میزنمش. یه ذره میارمش. نه خب فکر میکنم خوبه. این سنسورمون هم یه بار چکش میکنیم ببینیم چجوری عمل میکنه. یه بار روش کلیک میکنم اینجا نشون میده. وقتی که قطعه میبینه این داره 1 میشه. خب تا اینجا خوبه. خب برای اینکه تنظیمات این عوض بکنیم، برای ببین ارتفاع سنسورمون خوب تنظیم شده یا نه، بهتره که نوع جعبه ها تغییر بدیم. بیایم اینجا توی قسمت پارت تو امیت من 2 مدل جعبه میخوام. یه مدل مثلا لارج، یه مدل هم مثلا بیاد یه پروداکت دیگه برام تولید بکن. ببینیم چی میشه. استارت میکنم. خب سنسورم نگرفت. خب تا اینجا خوبه. فقط جعبه ها رو داره میگیره سنسورم. این محصولات آبی نمیگیره. حالا باید توی قسمت کنترل آی او یه کاری بکنم. وقتی جعبه اومد این بازو حرکت میکنه و قبلش هم بیام این طرف هم یه نوار نقاله بذارم تا وقتی که بازو حرکت میکنه
از روی اون نوار نقاله محصولاتی که داره تولید میشه بیاد روی این یکی. خب روی این نوار نقاله هم یه دونه سنسور میذارم که وقتی که محصول رسید روی این نوار نقاله این بازو برگرده به حالت اولیه‌اش. خب یه ذره بعد این سنسور من بیاد جلوتر. بریم ببینیم یه بار اینجا همینجا امتحان کنیم ببینیم چی میشه. اینو فعالش میکنیم، میایم استارتمون رو میزنیم. خب نیتیکش درسته. میایم اونم نوار نقاله دوم به کار میندازیم و اینجا سنسور دوم هم فعال میکنیم که ببینیم بله اینم میگیره. خب استاپ میکنیم. برای اینکه بهتر بشه یه کمی نوار نقاله رو میاریم پایین تر. اینجا هم دوباره یه سطح شیب دار این حالا مثل همون قبلی بذاریم انتخاب میکنیم. وای میزنیم تا بچرخه. با حرف وی میاریمش پایین و یه کانوایر دوم تنظیمش میکنیم و یه دونه ریموورم اینجا قرار میدیم که این محصولاتی که از نوار نقاله دوم میاد اینجا جمع بشه. خب بریم سراغ کنترل آی اوش. حالا فهمیدین دیگه تقریبا باید به کمک این وسیله که اینجا هست چیکار باید انجام بدیم. خب میریم کنترل آی او. تو قسمت کنترل آی او من یه نوار نقاله دیگه اضافه کردم. خب وقتی استارت میزنم باید دوتا نوار نقالم شروع کنه به کار کردن که این نوار نقاله دومم اینجاست. اینم میارمش وصلش میکنم به این و خب برای میخوایم بریم سراغ این بازوم اسمش چی بود اینجا؟ اسمش نوشته پیوت آرم سورتر. پیوت آرم سورتر رو انتخاب میکنم اینجاست میارمش. خب بعد از اون این علامت مثبتش هم که خود اون نوار نقاله خود روی خود بازو هم هست اینجا فعالش میکنم میارمش که فعال بشه و طبیعتاً خب اینا باید با سنسور نوری اول فعال بشه. سنسور نوری اولم که اینجا اسمش هست پیداش میکنم. بعد دوباره اینجا یه دونه گیت SR یا RS. حالا میدونید که فرق SR و RS اینه که توی SR ست کردن بر روی ریست اولویت داره، توی RS برعکسه، ریست روی ست اولویت داره. یه دونه حالا گیت SR میارم
اتصالاتش رو برقرار میکنم. این از این. کنار این چه موقعی باید این بازوی من ریست بشه؟ وقتی که سنسور دوم اون طرف اون محصولات رو دید. این هم از این. بیاریم امتحانش بکنیم ببینیم جواب داد یا نه. وقتی این پایین تیک سبز بخوره یعنی ارتباط کنترل آی او و فکتوری آی او هم برقراره. من اینا رو همه رو ببندم که به صورت دستی فعال نشن. خب رام میکنم. اینجا کلید استارت هم میزنم. این به صورت دستی فعاله. این بعد از جا این از حالت فورس بعد بزنم به حالت اتوماتیک. خب این داره دقیقا کار میکنه. قطعات آبی از این طرف حرکت میکنن. اینم بعد از حالت اتوماتیک برش دارم تا خودش کار شروع کنه به کار کرد. الان سنسور دید و حالا اون چیزی که ما مد نظرمونه داره کار میکنه و خب کنترل آی او باشد تا همینجا کافیه. بقیش به تمرین خودتون برمیگرده و ما در قسمت‌های بعدی به مباحث دیگری خواهیم پرداخت. خدا نگهدارتون.